یک شبهه در یک دقیقه. چرا خدا جلوی شیطان رو نمیگیره؟ چون قرار نیست جلوی اون رو بگیره. یه جورایی شبهه افکنا میخوام با این حرفشون بگن که خداوند نمیتونه جلوی شیطان رو بگیره، یا چون دوست داره بندگانش گمراه بشن جلوی شیطان رو نمیگیره. اما زمانی میتونن این ایراد رو بگیرن که خداوند بخواد جلوی شیطان رو بگیره اما در عین قادر مطلق بودن نتونه. دوستان، این دنیا سرای آزمایشه و حال شیطان هم یکی از این اسباب آزمایش و نه به گفته اینها نعوذ بالله خداوند بخواد که همه ما توسط شیطان گمراه بشیم و به همین دلیل جلوش رو نگیره. اگر خداوند همچین نیتی داشته باشه فقط در یک لحظه با یک کن فیکون میتونه تمام افراد روی کره زمین را بدبخت و گمراه کنه، اما این دور از ذات هادی و کریم خداونده. تمام استدلال های این افراد پوچ و باطله و خداوند قادر مطلقه. و اگه واقعا خداوند دوست داشت که ما گمراه بشیم، چرا تا لحظه مرگ درگاه توبه بازه؟ چرا هر کار خوبی که میکنیم 10 حسنه نوشته میشه و هر کار بدی که میکنیم فقط همون یک کار بد؟